به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بزرگترین قانون کائناتی اینه که حال خوب مساوی است با اتفاقهای خوب. انیشتین میگه هیچ چیز در این دنیا از بین نمیره، فقط از صورتی به صورتی تبدیل میشه. حال خوب یعنی ارسال ارتعاش‌های مثبت به سمت ملکوت و این ارتعاش‌های مثبت میره و تبدیل به اتفاقهای مثبت در زندگی شما میشه. آره دوست عزیزم، این یک پدیده کاملا علمی است. شادی و شکرگزاری و محبت و بخشش بالاترین و قشنگترین ارتعاش هایی که شما به سمت ملکوت میفرستید. تا میتونید قلبتون رو پر کنید از مهر و محبت و بخشش. کلید رسیدن به خواسته های شما اینه که حالت رو خوب نگه داری و اجازه ندی کسی یا شرایطی حالت رو بد کنه. هر مسئله‌ای که وارد زندگی شما میشه شما میتونید دو تا واکنش نشون بدید. اول این که بگی خدایا شکرت چه اتفاق خوبی. دوم این که بگی ای داد بیداد این دیگه چی بود. فرق این دوتا هم اینه که با گفتن جمله خدای شکرت ارتعاش مثبت شما به ملکوت خدا ارسال میشه و اون ارتعاش میره و اتفاقهای عالی رو وارد زندگی شما میکنه. ولی اون گله و انتقاد به صورت ارتعاش منفی به ملکوت میره و تبدیل میشه به اتفاقهای منفی. ما از تکرار این جمله جادویی معجزه‌های زیادی دیدیم. شما هم امتحان کنید. خدایا شکرت.